بعضی از روزگارا با روزشون، با نمازشون کمک به دیگران میکنن، خودشون هیچ سودی از روزشون نمیبرن. طرف بدهکار داره روزه میگیره، پولم داره، مغازش هم فعاله، بدهیش نمیده، قرضش نمیده. این روزش مال خودش نیست، فقط گشنگیش مال خودشه، اما ثوابش به اون بده طلبکارش میده. طرف روزه از غیبت داره میکنه، این ثواب نماز و روزش مال خودش نیست، فقط خم و راست شدن و تشنگی و گرسنگی مال خودشه، اما ثوابش میدن به اون کسی که غیبتش کرده. سبحان الله. میگه من 30 تا روزه گرفتم، روز قیامت میگه تو مفلسید. من اینقدر نماز میخونم، تو فقیرید، مفلسید. همش غیبت میکردید، حق و ناس به گردنت بود. ارزیابی، حساب و کتاب. ابوبکر صدیق رضی الله عنه که ایمانش سنگین‌تر از ایمان امت بود، میگه اگه روز قیامت یه پام تو بهشت باشه، پای دومم